استقلال از جانب فرزندان شجاع و وطندوست و صادق ملت تاجیک حفظ کرده شده. انتقال مواد نشع‌آور و دیگر جنایت‌های فراملی همیشه پیشگیری کرده می شود. این نوبت نیز گروه نشع‌جلبان که می‌خواستند مواد نشع‌آور را انتقال دهند پیشگیری کرده شد. یکی از سرچشمه‌های اساسی مبلغ‌گذاری تشکیلات‌های تروریستی و اکستریمیستی و گروه‌های متشکل جنایتی قاچاق و گردش غیرقانونی مواد مخدر به حساب می‌رود. در برابر این جنایت‌های علاقمند به قاچاق مواد مخدر به امنیت و ثبات کامل، آرامی و آسودگی و سلامتی هر یک فرد جامعه خطری روی راست دارند. 3 نوامبر سال 2023 در رفته گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی کارمندان مقامات امنیت ملی و خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در منطقه خدمترسانی دیدبانگاه سرحدی رقم 5 قسم نظامی 0306 اتریاد سرحدی 5 ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان واقع در حدود ناحیه جیهون ولایت خطلان یک حالت عبور غیرقانونی خط سرحدی دولتی تاجیکستان با افغانستان و قاچاق مواد مخدر از طرف 3 نفر اعضای گروه ترانسملی نشجلابی مسلح افغان آشکار کرده شد. هنگام بازداشت نمودن گروه قاچاقبر ضرورت گذراندن عملیات مخصوصی جنگی به میان آمد. در نتیجه زدوخورد مسلحانه یک نفر قاچاقچی شهروند افغانستان بشیر ولدی احمد تخمینا 37 ساله به ضرر گردانیده شده. 2 نفر اعضای دیگر گروه جنایت پیشه به سمت افغانستان فرار نمودند. ضمن از ضررگذرانی جای حادثه 3 بارخالته پلی‌اتیلنی با 25 بسته واسطه نشادار نوی حشیش دریافت و مصادره کرده شد. طبق خلاصه شعبه اکسپرتیز سودی ریاست اگنتی نظارت مواد نشادار در ولایت خطلان مواد دریافت شده واسطه نشادار نوی حشیش بوده وزن عمومیش 20 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. وابسته به حالت مذکور از طرف شعبه تفتیشات ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان با دسترسی ماده‌های 200 قسم 4 بند د 289 قسم 3 335 قسم 2 و 195 قسم 2 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد.